سلام علیک بچه عزیز. طرز میده کردن چکری و بنگه کردن روشک چکری حاضر نشان تو بیتیم. حاضرش گپ نمیزنیم. خرشدی افلاکی بخونه ده ترقدی بعد در دوام باز چخشق میکنیم. یارم به هوس جامم گلدوزی کند، هی دیوار دری خانم گلدوزی کند. جانه این عالمی برنگ برمان هوسه، جانانه فرزانم گلدوزی کند. نه در همین وقت یک همون زنه که اتلکن اگر میبود مو مایدهش میکرده به یکون پرابلمه مو مایده نمیکردیم جوشی زنکی که امجا پتینکه را پرتو بای سرما در باری سر بزنه اگه کجاش نشان نمیتیم کی اونا اگه کی وضعیت چقدر گفته های همیقه حاضر راشه داشتیم باز طرف چکری همین خیلی مایدهش میکنیم تا پورا این چکری را در او تر نمیکنی. وقتی که در او ترش کردی همین خیلی میجغه. وقتی در او ترش کردی همین خیلی میجغه ده پورا همین خیلی میشه همین تا شده میشه هر دو طرف. برای هم بسیار ترش نمیکنی در او همین روز ترش کردی همین روز بانکاد محکم میکنی. اکسوس خطی نمک خطی رو هم همین خیلی اکسوس نمک انا همین اکسوس میدوزیش نمکش میکنی تمام یگون چیزی نی محکمش میکنی. های برادر عزیز طرزی محکم کردن رو و چکری هم دیده انشالله کسی که پیش اومد کسی پیش پری پیش چری هم خیلی میشه حرکت میکنیم که زیادتر محکم کنیم که به همه برسه. بچه های عزیز ایشم اره روی بوستگی یه بوی زور داره سیاه شده هر طرف میبریم خیل خیل میبریم سفیدش میکنیم همه طرف شد
ҳанам хел майдаш мекунем. ҳама байнда пораш мекунем. ҳанам хел майдаш мекунем. ҳамин хел. ҳанам хел. دیگرش هم майда کنیم. خیلی دیگرش هم майда میکنیم تماشا کنیم. برای بلند وردگیم. کم پوستش گیریم. دیدید چقدر سفیده ای. بچه‌ها کسی پیش پری پیش چرید میگن. کسی که بر وقتر اومد انشالله میرسش. کسی که دیرتر اومد بچه‌ها جو خفگی نیست. نشم میگیم زیوتیای این هم پورا میکنیم نمیخیل انا همیخیل در بوش ماست میشه انا همیخیل اینا رو در طبق چوی نمیگیریم در طبقی آهن رنگ میگیری اوش مرزی در او ترش میکنی یکان 4-5 روز اوش حلش میکنی برای که در درونش شیره داره شیرش کمال رو کمال دیگرش گفتیم شیره داره شیرش او خطی میبرویا کم کم نمکش میچوشی مزه حضیرش نمیمونه کمتر مزهش کنتر میشه و میخوای سرمو روی همیشه بعد یو در بنکه محکم میکنی گویا که ما او ریختیم 4-5 روز ایستاد نمک خطی هر روز اوش حلش کردیم تیاره در بنکه محکمش میکنیم آیا در بنکه محکمش کردیم چخیلی که دیده یکم دم کردگی هیچ گپ نداره اینا در بنکه محکم کردیم همین روی همین هر دو بنکه روان برادرو کوخنی نداریم ولی ما نو خوجگیم گفتیم که کوخنی نداریم این دیوال چیستا اکلاگیست که دیوال لوی فقط اویستا همه را تینج کردیم کوخنی را امروز پگاه سر میکنیم ساختنشه نو استیاشکه کردیم خیلی برادر عزیز اگر سوال باشه ما جواب میتیم و درباره کامنتاری ها اینترنتی ما از بس که سستای یک صفحه دو صفحه کامنتاری ها شده میکنه بشن فقط سحری میکشوید تماشا میکنید جواب میتی بسیار جواب نمیتیم بچه ها بنویسه هر سوال هست یا تاریخ کامنتاری یا که در نواری آینده جوابتون میتیم بچه هایی که گفتن که فلان دهره فلان قشلاق فلان کورا فلان چیز که بچه ها گاب نیسته ما گفتیم که نو خوجگیم کمتر وقتمون کمه بنیاد کردن خوجگی کمتر قیمتر جمع کردیم جوباجوش دیستیم نه که آواز همه شما رو میشنم گپای همتون کامنتاری هاتون رو میخونم کروش ما همتون رو حل میکنیم ان شاء الله نه که میده همیشه که همین روز همه برادر رو حل کنیم ان شاء الله کار همتون رو حل میکنیم که میده در کامنتاری ها بنویسید ان شاء الله حرکت میکنیم جواب تیم جوابم ندادیم در نوار دیگری جواب ندادیم کارتون بود میشه خیلی برادرها لایک فراموش نکنید زنده باشید تا بازدید